برای یک سازمان مهمه؟ اکثر سازمان‌ها بنگاه‌های اقتصادی ما تنها به چیزی که فکر می‌کنن به تولیدش، چه محصولی بدنن، چه جوری بدنن و چه کار بکنن. اما چیزی که الان توی بیزینس الان مهم هست ارتباط با مشتری. ما هم براش یه سری استراتژی‌ها داریم. اگر شما نتونید ارتباط مثبتی رو با مشتری‌ها ایجاد بکنید، عملاً راه به خطا رفتی و در بلند مدت محکوم به فنا هست. به همین علت هستش که توی استراتژی‌های جدید ما بیشتر فوکوسمون روی ارتباط مثبت با مشتریان، یعنی بتونیم مشتری وفادار بکنیم، مشتری برگرده. چرا؟ چون دیگه الان بنگاه‌های اقتصادی، تولید کننده‌ها یه موقعی بود که تولید حرف اول میزد، گفتیم فلان محصول تولید بکنیم تمام. یه کاری نشیم که مشتری چه سلیقه‌هایی داره، چه تیست و ایده هایی داره، چه شکایتی داره، چی از ما میخواد. فقط صرف این بود که تولید کنیم، به دست مردم بردارن ببرن. یه کاری نشیم که بعدش چه اتفاقی میفته. الان هم صحبت بر این هست، شنیدیم که حفظ مشتریان فعلی به مراتب از حفظ به دست آوردن مشتریان جدید برای ما هزینه‌های کمتری داره. یه مشتری میاد از ما ناراضیه میره، خب آقا رفت مشتری دیگه یکی دیگه. این مشتری که شما از دست دادی خودش برای شما 5 برابر هزینه داره که این مشتری جدید رو بخوای جذب بکنی. به همین علت هستش که مشتری که فعلا رو داری باید حفظ بکنی. چجوری؟ با ارتباط مثبت، با چیزی که من میخوام به شما بگم. برای شروعمون ما چند تا فصل داریم. تا اینکه زمانمون ارائه بده و اجازه بده، سعی می‌کنیم به این مباحث ما بپردازیم. اولین کاری که ما می‌خوایم بکنیم این هستش که بیایید تمام صحبت‌هایی که تو کسب و کار خودتون داشتید بذارید کنار. آقا تولید کردیم، برندیم، فلان تبلیغات داریم، فلان سوشیال داریم، بذار کنار. اینجا بیا تو این جلسه که نشستی و چیزی که من می‌خوام شما بگم، ذهنتو بیار رو مشتری. مشتری هسته اصلی بیزینس. یعنی اگه نباشه بیزینس شما به درد نمیخوره که. شما بهترین امکانات، بهترین تشکیلات، بهترین سرمایه‌گذاری، بهترین محصول رو بزن. وقتی مشتری شما نباشه، شما نمیتونید بازارتو گسترش بدید، نمیتونید مقاومت کنید. وقتی مشتری میاد تو سازمان شما ناراضیه از نحوه برخورد شما، از نحوه برخورد پرسنلت، میره دیگه برمیگرده. پس شما چیزی که تولید می‌کنی عملاً به درد نمی‌خوره. بچه‌ها تو سازمان‌ها نشستن، سرشون انداختن پایین، بچه‌های فروش هم جواب اینو بدیم ببره تمام. نمیگن که آقا ما باید یک حرکتی انجام بدیم که مشتری وفادار بشه، مشتری دور ترغیب بشه، برگرده از ما خرید کنه. برای مشتری باید وقت بذاری، برای مشتری باید انرژی بذاری. خود مشتری مجاری یک برندینگه که برای مشتری ارزش قائل بشید، خودش یکی از مهمترین مسائلی هستش که تو سازمان‌ها متأسفانه فعلا رعایت نمیشه. از مهمترین چالش‌هایی که الان سازمان‌ها باهاش در ارتباط هستن، جذب مشتریه. بعد کلی به خرج بکنه، تبلیغات بکنه، سوشیال بکنه، تبلیغات محیطی داشته باشه که بتونه مشتری رو جذب کنه. چالش بعدیش چجوری مشتری رو وفادار بکنم؟ تو قسمت بعدی میگم مشتری وفادار چه خصوصیاتی داره و چیکار باید بکنی مشتری وفادار بکنی. و یکم افزایش سودآوری. افزایش سودآوری برمیگرده به مسائل حسابداری و قیمت تموم شده ها که بهش رسیدگی میشه. اون ما میذاریم کنار، ما بیشتر فوکوس میکنیم روی ارتباط با مشتری. ارتباط‌های با مشتری به چند مدل تقسیم میشه. مثلش خانم دکتر گفتن. میخوام اگر اینجا رفتیم بیرون یه سری متد داشته باشی که با مشتری و چگونه ارتباط برقرار کنی. یه سری ارتباط‌های کتبی به صورت ایمیلی، پیامک یا مثلا تو همون فاکتوری که دست مردم که میدی شما نوشتاری داری چیزی رو به مردم القا می‌کنی. بعد ما رو فاکتورها یه شعاری می‌نویسن، یه انگیزشی می‌نویسن، چیزی می‌نویسن که فاکتورها رو اصلا اینا دور نمی‌ندازه. یا میگن آقا شما تا 10 روز نگه داره اگه نمیاد تخفیفه. اینا میاد تو کیفش نگه می‌داره. کیف پولش. ما داشتیم که تو فاکتور گفت آقا شما 10 روز می‌تونید از این با ارائه این فاکتور و شمارش از تخفیف برخوردار بشید.
این یکی از ارتباطات کتبیه که شما باید اینو بلد بشید. یا تو پیامک رو چجوری باید پیامک بزنید که طرف خسته نشه، وقتش گرفته نشه و بهش القای حرکت بشه. ارتباطات شفاهی، ما با مشتریانمون یه سری ارتباطات شفاهی داریم، نظیر تلفنی، یه مکالمه ساده، سلام، حالت چطوره، خوبی، خوش آمدی، یه مکالمه ساده داریم. یا یه سری ارتباطات فیزیکی، زبان بدن، خانم دکتر در موردش صحبت کرد. زبان بدن ما با مشتری بسیار مهمه. اینکه جوری با مشتری رفتار بکنید، دستت تکون ندی. همیشه من به بچه‌های فروش، به بچه‌ها مثلا تو قسمت فروش ما با دست صحبت نکنیم. دست پایین باشه، خیلی مؤدبانه، با لحن دوستانه با مشتری صحبت بکن، مشتری احساس راحتی بکنه. یا اینکه وقتی مشتری میاد تو محل یه مدتی اصلا بیرون نمیدونه کجا بره، کی باید بره، یکی چیزی به کارش بپرسه آقا شما چه کار دارید. خب اینا همون ارتباط فیزیکی و شفاهی ما هستش. و یکی از مسائل دیگه ای که ما همیشه صحبت میکنیم و خیلی مهمه لطفاً این خودمون تو زندگیمون تو بیزنسمون داشته باشیم، گوش کردن، گوش دادن فعال. ما گوش شنونده خوبی نیستیم. تا هم بدی که دو کلمه با ما حرف بزنه، سریع رشته کلام رو میگیریم دستمون، شروع میکنیم به سخنرانی کردن. اصلا اجازه نمیدید مشتریمون صحبت کنه، اب نداره، خیلی آرام صحبت بذارید، صحبت کنه، حرفشو بزنه. در این صحبت ها هستش که شما یاد میگیرید، متوجه میشید که مشتری چی میخواد، چه شکایتی داره، چه پیشنهادی داره. از اینکه مشتری تا میاد شروع بکنه حالا پیشنهاد داره، شکایت داره یا هر چی داره، اصلا اجازه صحبت کردن بهش نمیدید. تو زندگی شخصیمون یا تو بیزینسمون همیشه تو جلسات ما گفتیم اگه این جلسه مداری میخواد بکنید اینه که باید اول گوش شنونده خوبی باشید. همیشه تو قدیم هم ما شنیدیم که میگن که کسی که زیاد صحبت میکنه باید داره، اشتباهات هم داره. تو بیزینس یک بیزینسمن، یک فروشنده خوب، یک مدیر فروش، یک صاحب برند اول باید شنونده باشه. صاحب برند شنونده خوب برای پرسنلش میخواد صحبت بکنه، نمیذاره پرسنل صحبت شروع میکنه که آقا از این بر از اون بر اجازه بده پرسنل صحبت کنه، دردشو بگه، مشکلشو بگه، اصلا چه چیزی هست، حالا در این مورد باش چه رو از صحبتایی بکنی رو من تو قسمت بعدی میرم. اما مشتری رو سعی کنید اجازه بدید باهاتون صحبت کنه، باهاتون حرف بزنه و اجازه بدید که زمان مال اون باشه. مسئله دیگه این هست چرا ارتباط با مشتری؟ ما گفتیم قدیم تکیه بر این بود که چقدر تولید بکنیم، عرضه و تقاضا چجوریه. اما چیزی که ما داریم تولید میکنیم، بیزینس ما تولید میکنه، باید بر اساس نیاز و سلیقه و درآمد مشتری باشه. شما چجوری متوجه میشید که یه مشتری منطقه‌تون، مشتریاتون چه سلیقه‌ای داره، چه نیازی داره، اصلا سطح درآمدش چجوریه؟ این چی مشخص میکنه؟ ارتباط با مشتری. وقتی ارتباط با مشتری نداری نمیتونی متوجه بشی که آقا اگر یک برگر دست مردم میدی اصلا سلیقه مردمی نیست، تو سلیقه خودت داره اجرا میکنی، میری جلو. حتما باید فلان سس، من از این سس خیلی خوشم میاد. خب بله من خودم خیلی چیزا خوشم میاد، اما عامه مردم اینو میپسندن، مشتری ما اینو میپسنده. با این چیزی مشخص میشه ارتباط ما مشتری. همه استراتژی ها رو بده کنار، اون استراتژی های گرون قیمت، استراتژی های تبلیغات، استراتژی بازاریابی، استراتژی های حسابداری رو بده کنار. همه اونا تا